خیلی از افرادی که پوست چرب و مستعد جوش دارن به اشتباه فکر میکنن که باید تا حد ممکن چربی پوستشون رو بگیرن تا اوضاع بهتر بشه، اما این باور خیلی غلطه، چون باعث میشه که به سد دفاعی پوستتون آسیب برسه و پوستتون مستعد مشکلات بیشتری بشه. و یه نکته دیگه این که شما زمانی که چربی پوست رو بیش از حد میگیرین، پوستتون به صورت واکنشی چربی بیشتری تولید میکنه. حالا چی کار کنیم؟ ببینیم مراقبت پوستی یعنی ایجاد تعادل و بالانس رو سطح پوستتون. پس نیاز نیست صورتتون رو بیش از حد بشورید. روزانه 2 مرتبه صورتتون رو با یه شوینده مناسب بشورید. آبرسانی پوست هم از واجباته. یادتون نره که حتما از آبرسان ها استفاده بکنید. حالا اگه تا الان این نکات رو رعایت نکردی و سد دفاعی پوستت آسیب دیده، میتونی از محصولایی مثل کرم های بازسازی کننده پوست استفاده بکنی.